در بالای اشاره کردن گفتن که بیشتر قربانیان خشونت و زورآوری این زنها است. چرا محض زنها؟ سبب هم دارد. وقتی از نگاه اقتصادی مثلا درآمد الهیده ندارد، از نگاه دیگر مادر است. اونی که خصلتش اخلاقش منفی است یا مثبت است بحث الهیده است. از نگاه دیگر وقتی جوانبینی مرد اگر تنگ شد، نه تنها خانمی خانه بلکه فرزندان و اهل خانواده همه زیر خشونت و زورآوری قرار میگیرند. مثلا خانه‌ای که مهماندار است، خب مهمان پای مهمان از مهمان کنده نمیشود. در اینجا نقش اساسی رو کی میبازد؟ زنی خانه. بله. و کدام شکلی نباشد، خواه خواهر باشد، خواه مادر باشد، خواه همسر باشد یا کلیم باشد، این مهمان نوازی ها هیچ وقت پای مهمان رو مهمان کنده نمیکند. کی موضع خشونت و زورآوری قرار میگیرد؟ اگر چای 10 دقیقه دیر شد مصیبتش آماده است. اگر خوراک دیر شد مصیبتش آماده است. به همین خاطر این عاملی هست که باعث پیدایش خشونت و زورآوری در عائله میشه. اما کی بر جانی باید رحم کند؟ خودی مرد خانه بخیز در کنارش بیستا، کمکش کن، چای بیار، نان بیار، خب کمک کن. بعدم یک لحظه باید خاطر داشته باشیم که همین هم انسان از حق راحت دارد. بله. این حق آسایش دارد. این خانه که 24 ساعت مهمان دارد کی باید دم بگیرد؟ علاوه بر این هزار مسئولیت دیگر دارد. بله. طفلی دارد که باید شیر دهد مثلا، یا که اون رو بپوشاند، اون رو بخوراند، اینو بشوید، اون رو اتو کند، اون رو به جای بگذارد. یک زن هزار دسته باید باشد. اما وقتی که ما مجبور میکنیم، خب دیگه زمینه خشونت و زورآوری آماده است. چرا صبر و تحمل دارد؟ برای تمام خشونت زندگی را به دوش خودش میگیرد که همین کاشانه‌اش از بین نرود، حیثیت و هویت و آبروش از بین نرود، در بدر نشود. اما نسبت به مردها هزار بار زنها بردبارتر و تحمل پذیر و مثلا صبر کننده‌ترند. بله. این جهت درمان میخواهد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه بهترین جوانمرد کسی است که برای همسر جوانمرد باشد. این جوانمردی فقط در سکه و صورت و با تامین پول و خانه و خانواده اینا نیست یا با لباس خوب. بله. جوانمردی است که از نگاه روحی روانی همسر آرام باشد، آسایش باشد. و یک نقش دارد او همسر که وقتی مرد از در می‌درد سکونت و آرامش داشته باشد در کنار همسرش. این سکونت و آرامش معنوی است. اگر حیات این زن این آماده نباشد، حیات زن روحاً آسایش آرامش نداشته باشد، چگونه از خودش آسایش آرامش میبرد که مرد رو سکونت و آرامش ببخشد. بله. فضا را باید چنان وسیع کشاد بگیریم. مثلا راه عادیش به زن فرصت تنقید داده شود. به زن فرصت تنقید داده شود. اون هم حق، اون هم انسان است، حق دارد. نمیگذاریم که اصلا صحبت کند، نمیگذاریم که فکرش و اندیشه‌اش رو بگوید، تصمیمش رو بگوید. تو گپ نزن. این با بعضی عائله‌های دخالت دارند که مرد سالاری خشک است، نه عقل سالاری. و این مرد سالاری خشک نه در اسلام نه در مذهب قدر قیمت دارد، نه در جامعه ارزش دارد. مرد در خانه‌اش حیثیت اعتبار ندارد. بله. مرد سالاری خشک نباید باشد، عقل سالاری باید باشد که کنار هم با آسایش و آرامش زندگی کرده توانند.